سلام علیکم همصداهای گلاب ظهرتون بخیر. الان که دارم ویدیو ضبط کنم ظهره و من شما معمولا روی مبلا همین شکلی میشینم چون این شکلی به من حس راحت تری میده و گفتم خود جلو شما همین شکلی باشم، فیلم بازی نکنم الان یا مثلا این شکلی بیام بشینم و پا بندازم رو پا، نه همین شکلی من همیشه میشینم. من صبح که پا میشم میام اینجا ولی چند صفحه کتاب میخونم، حالا البته این کتاب رولا، ولی امروز میخوایم که با رولا، چون روز تعطیله ولی رولا که پای سیستم و کار داره، ولی میخوایم که حالا توی ساعتی از امروز که وقتمون آزاد شد بیایم ما راجع به مسائل مالی که بین زن و شوهر وجود داره و حالا اون چالشاش، مشکلاتش، راه حلا بیایم صحبت بکنیم. این نفر اومد یه سوال چالشی پرسید که حالا اگر تونستم پیدا کنم این بالا میذارم براتون. بعد نسبت به اون سوال که من اونو گذاشتم به بچه گفتم که میخوایم راجع به صحبت بکنیم، همه اوکی بودن که آره بیا صحبت بکنه اینا. بعد یه ذره خودم اینجوری شدم که خیلی مسائل خصوصیه، بعد گفتم که خب اوکی خصوصی هستش ولی تا اونجا که اگه بشه به بقیه کمک بکنه یا برای دیگران یه راهکاری باشه، شاید برای دیگران مثلا همچین چیزایی که ما مثلا بین ما داره مراوده میشه نه یا توی ذهنشون، صرفا مثلا همون روش‌های قدیمی توی ذهنشون باشه، شاید همین کمک کننده باشه. خلاصه که اینطور. حالا من یه کوچولو از امروز صبح بگم. امروز صبح من واقعا سطح انرژیم پایین بود، بعد اینجوری بودم که وای امروز میخوام بمیرم، از جام نمیتونستم تکون بخورم برای اینکه 2 روز تمرین پشت سر هم انجام دادم و تمرین سختی هم تو باشگاه انجام دادم. بدنم قشنگ همه جاش درد میکنه. خب نکته خوبیه برای اینکه عضلات درگیر شدن و دارن عضلات رشد میکنن، ولی واقعا الان مثلا چون دوران پی ام اس هم هست و یک هفته دیگه قراره که من یک 2 هفته دیگه قراره من پریود بشم، بعد توی این تایم من خیلی حالم بده تا نسبت به پریود. مثلا بعضی دوره پریودشون و سختشون من این شکلی نیستم. من دوران قبل پریودیم واقعا پرخوری میگیرم، افسردگی میگیرم، عصبیم، کلافم. الان تو اون حالم که دارم با شما صحبت میکنم. خواستم از جریان قرارتون بدم. بعد همه جای خونه ما به هم ریخته است. یعنی زمانی هم که مثلا من اینجوری میشم، حالا یا من مثلا ریزبین‌تر میشم نسبت به قبل، یا مثلا واقعیتی که خونه به هم ریخته است. مثلا تو اون یکی ویدیو فکر کنم متوجه شدید دیگه، مثلا همه چی بخش و بله، مثلا وسایل سرکار من اونوره، اتاق خوابو شما ندیدین که چه خبره. ببین یه کوه لباس جمع شده، لباسای شسته شده که هرجور مونده. مثلا اینا مثلا چند روزه انقدر که سرمون شلوغه، اینا رو من بند رخت مثلا در آوردم، این شکلی آوردمش گذاشتمش روی تخت، یه روزی بخوام جمعش بکنیم. بعد شب شده اینا رو همینجوری گردش کردیم گذاشتیم روی صندلی کامپیوتر رولا، بعد گرفتیم خوابیدیم. حالا خواستم بگم که توی این اوضاع دارم براتون ویدیو میگیرم، ولی به خاطر شما مثلا رفتم لباسمو عوض کردم، الان حتی صورتم هم نشسته بودم و اینا یه چیزای طبیعیه. یعنی مثلا فکر نکنید که مثلا من صبح که مثلا زوره که مثلا الان قیافم آراسته است و اینا، حتی الان آراسته هم والا نیستش. من تو آینه نگاه میکنم خیلی قیافم خوابه، ولی خب همین از اینم بدتر بودم. یعنی خلاصه بریم که یه کوچولو من وضعیت خونه رو به شما نشون بدم، کارامو انجام بدم تا زمانی که رولی از پای سیستم آزاد بشه بیایم راجع به مسائل مالی با هم دیگه صحبت بکنیم. دوستان یه تور اتاق گردی براتون گذاشتم. یه توری که نگاه کن تو رو خدا وضعیتو، حتی چراغ خوابی که باش کتاب میخونم هم اینجا گذاشتم مونده. اینو نگاه کن. چون آفتاب زیاده تو این نشسته بود داشت تدوین. گفتم رولا موهاتو درست کن، من میخوام ولاگ بگیرم. بعد گفتش که خب بابا الان دیگه چیکار بکنم دیگه، موهام شکسته دیگه. گفتم یه کلا ول بده بذار آبروداری کن. ولاگای بعد از 7 ماه 8 ماه یوتیوب الان میگه اینا چرا انقدر پاچیدن. تمرکزم بهتر شد اصلا کلا. خلاصه که این تو بچه این چیله رو نگاه کنید، اینو ما تازه خریدیم. خریده. این بحث مسائل مالیه، اینو دقت داشته باشید. بعد دیگه خلاصه اینطور دیگه من برم اینا رو جمع بکنم تا رولی داره سر کارش انجام میده. بعد دیگه همین. اینم از وضعیت پشت در حمام. پشت در دیگه بیشتر جزئیات نشونم من آبروی خودمو نمیبرم که شما منو همونطور که نسبت به قبل میدیدید همون مدلی منو ببینید.
دوستان تعجب نکنید، لباسا رو بله منم میدونم که چروکه، ولی ما میونه خوبی با اتو کردن لباس نداریم، برای اینکه اتو رو به نظرم یه کسی میکنه که خیلی وقت آزاد داشته باشه. من ندارم و اتو نمیکنم. تا زمانی که حالا اگر خواستیم مثلا بریم بیرون نیاز بود اتو میکنیم. حتی الان اینی که تنمم هم نیاز نمیبینم که اتوش میکردم و میومدم پیش شما. ولی دیگه اوکی بابا بریم کنیم. ما این کمد بزرگ رو داریم توی اتاق خوابمون و خیلی کمد کاربردی شد واسه ما، به خاطر اینکه ما خیلی لباس داریم. مثلا این سمت که میبینید دوتا دره، دوتا درشون من براشون باز کردم، این بالاش مال رولر، اون سمت اون دوتا در لباسای منه. ولی کشوها دیگه هر کی زورش بیشتر برسه اون تونسته لباس بیشتر بذاره توی کشوها و خب زور من بیشتر بوده قاعدتاً و من لباس بیشتری رو توی کشوها گذاشتم. اما خب خیلی کشوهای خوبی هستند. یعنی من کلا اون موقع که داشتیم بازسازی می‌کردیم کشو کلا زیاد سفارش دادم واسه لباس. واسه لباس واقعا کشو لازمه. حالا باید کاربردی باشه دیگه، باید جا داشته باشه. مثلا اینجا تیشرت‌های خونگی منه. من موقعی که میخوام لباس‌ها رو تا بکنم دسته‌بندی میکنم. مثلا چیزایی که تو ذهنم هست و میدونم که این ور کمده، چیزایی که اون ور کمده، چیزایی که اون ور کمده رو اونجا چیدم. اینجوری باز بهتر میتونم مدیریتش بکنم. اساسا نمیگردم دنبال، اما اولش دنبال لباسا میگردم، یه کوچولو تاشون میکنم، بعد میارمشون اینجا و میذارم سر جاش. چون من حالت رول میذارم همه چی رو. بذار بهتون نشون بدم. الان ببین مثلا اینجا کشو تاپ منه، تاپ و یه سری اینا بادی هن گذاشتم اینجا. بعد کشوهایی که میتونم بهتون نشون بدم فعلا مثلا این کشوهای لباسای توی خونمه، هم حتی بیرون هم میپوشم این تیشرت ها رو دیگه الان اوکی شده. بعد دیگه این یه سری شلواره، اونور دوباره یه سری شلواره، اینا اصولا تیشرت های رولاس. بعد اینا همون شلواره بود. این البته یه دامنیه که به هیچ صورتی مستقیم نیست و بعد همینجوری بمونه. خلاصه خوبن. اینم دوباره لباسای منه. لباس خوابای سته و اینم از لباسای آقا رولا. ببین این میلاه ما دیگه مثلا میبینیم کج شده، مال من که دیگه اصلا بدتر هم شده. اینجا قشنگ یه دونه این شکلی رو بهت بعدا نشون میدم. شلوار جینایی تو اومده این شلوارکه چرا اینجاست؟ اینجوری انگار یکی شوتش کرده این تو. اینا فقط از تو برمیاد. ببین قشنگ اینجوری بود. منو بود. اون اصلا شلوار منه؟ شلوارک منه ولی من که اینجوری تا نمی‌کنم که بندازم. خب من اصلا چرا باید شلوارک تو رو تا کنم بذارم تو کمد؟ خب حتما مثلا یه مهمونی داشتیم سریع اومدی جمع بکنی گفتی بندازم این تو سریع هیچکی نبینه. نه بابا همینجوری. هم باید میذاشتم مهمون میمد میدید. ببین اینجا که بهتون ببین اینجا الان لباسای منه. با دوباره این کشوها برای من روله، مثلا لباسای باشگاه، لباسای زیر این سمته. بعد اینجا هم دوباره شلوارامونه، یه سری شلوار رونه این بره، شلوار من این بره. بعد چیزی که هست مثلا من دوست دارم که توی کشوام مرتب باشه ولی رولا زیاد علاقه نداره به این کار. غریبه بازم میگه. مثلا همینجوری مثلا چند بار بهش گفتم که بابا مثلا اینا رو درست تاپ کن بذار رو هم دیگه، مثلا برمیداری دوباره بذار سر جاش، مثلا همون شکلی که هست، یعنی همون مدلی تاش کن. ولی زیاد خونه میگیره با این رفتار. سعی می‌کنین که همون چیزی که بهتون گفتم اینجوری پس از پرت بکنید. نه شوخی می‌کنم، واقعا اون شکلی نیستش. رولا انقدر چیز نیست. اونم قطعا توی یه موقعیت اورژانسی اون کارو کرده. من دیدم کشوی نمیره تو، بعد فهمیدم که حالا چیز مناسبی نیستش، ولی از کشوی بالایی یه چیزی افتاده بود اون ته. شو در آوردم کلافم که هی فشار میدادم. اعصابم ندارم. هی فشار میدادم گفتم خدا این چرا بسته نمیشه این کشوه. هنوز هم اونقدر درست حسابی بسته نمیشه. آسو کنیم بزنم یه چیزی هست. این باید اینجوری تصویر بگیر، باید نور پردازی بشه تصویر. همینجوری میاری روشن میکنی. به به نازم.
میگیری؟ سکسی شد الان. انگار نه انگار که داری لباس مرتب. نه بگیر. چی رو بگم؟ خشکت بیرونه تمام. بابا بگیر ول کن. یه دقیقه اون چراغو خاموش کن. بیا بیرون یه دقیقه اون زیر. درست شد. یه چیزی یه سوتیان دیدم. بابا چی سمقص. یه دقیقه اون چراغو خاموش کن. بابا چیکار می‌کنی؟ بچه کارشو اون رو نگاه کنی. من همینجا زحمت میکشم. خاموش کن یه دقیقه. دارم نور پردازی میکنم. واو! یعنی اینجوری باید کار کنی. بعد مثلا وایسا. آره من کار کنم. هم الکی بگو من تدوین دارم. ببین چه بیرونو ببین چه رعد و برقیه. اوه اوه اوه. بارونی هواه. نه کرونا سرم درد گرفت. اوه پلیس اومد سوتیانا رو ببره. ولی نه جدی پاشو بیا کشوه چیز شو. بابا من بعد کلاه بذارم بیام الان دوباره. چی شو؟ مهندس اومد با عینک. با شلوارک نخلستان. با کلاه. اومدم درد نمی‌اومد. چیه؟ بابا درد چیه؟ نورو بزن. این قرمز کجای بابا. کشوه؟ وای اون تهشه. نه این سرشه. وای. چی میگی؟ این یه خار داشت این خارش چیز شد. اینا چیه میاد بیرون؟ میپره. ساچمه اینا ساچما شده رو خوب. ریلا همه چسبونکی تمام دستم چسب همون شد. دیگه من الان بابا این افتاده بچه نکن این کنار کشو هست. شما واقعا با کشوی سوتین و لباس زیرتون مشکل دارید. ببین این سوتینای من اینجوری باز میشه بعد میره اون ته کشو گیر میکنه بعد این کشو پایینی بسته آره. میشه. الان کشوی جورابمونه. جوراب با اسکارفای کوچولو. این اسکارف. یاد خدا رو شکر که یه آدم فنی تو خونه داری که اینا رو ساده آره. رولا اصلا کار فنی بچه خوشش نمیاد. چرا باید خوشم بیاد من وقتی موس هستم از صبح تا شب اونو بکش بیرون تر. این کلش کی کرده؟ وایسا. کلش کی کرده؟ وایس. خیلی خوب. ببین میره؟ ببین دنبه میره تو. دنبه. باریکلا. ریدی تو دستام. ریدی تو دستام. من خودم دستام هم جنگاه اینجا اصل خوردین چی کسافتیه. بعد اینجا بچه اینجا اینقدر راهه از تخت تا دیواره ما اینجا بچه‌ها ما داریم اینجوری زندگی می‌کنیم. اینجا نمیشه. من صبح می‌خوام نصفش هم خواهم دستشویی بعد این مسیر رو بیام تو حالت خواب و بیداری. ما داریم زحمت میکشیم اینجا. این وقت خونه دسته گل. آره این وقت خیلی. خونه دسته گو. خیلی خوب. با بدبختی تموم شد بالاخره لباسا. الان مونده تا رو تختی رو بندازم. رولام یه دونه ویدیو ادیت کردش تو این تایم. چای گذاشته رولا. آره رولی چای گذاشته دستش درد نکنه. بچه اینو من از شوش گرفتم. خیلی قیافش خوشگله رنگش خیلی دوست دارم. بیرونم میرم دستم میگیرم بعد همچنان دیگه بالا سرمون آب میذاریم با همه میخوریم. برم من رو تختی هم بندازم دیگه اون چیزی نیستش که بخوام بهتون نشون بدم سری بندازم و بعدم برم به کارام برسم تا رولی هم کارش آزاد بشه بتونیم با هم دیگه هماهنگ رو بیام صحبت بکنیم در مورد مسائل مالی که بین ما هستش. چقدر معذبم. بسم الله الرحمن الرحیم. سارا هستم و در این جلسه می‌خوایم دور هم رولا هستم از در بچگی ارتباط با بزرگ شدم. مسائل مالی صحبت کنیم. از بچگی بزرگ شدم. اوه بچه‌ها آبروم رفت. ما همیشه این پشت بابا اونو بذار روش. همیشه این پشت شارژرامون رو جمع می‌کنیم پشت این کوسنه. اون یکی رو بذار پشتت. بچه‌ها ما 2 تا دوربین کاشتیم برای اینکه کیفیت این ولاگ بره بالاتر. حوصله شما هم سر نره. بله برای اینکه تصویربردار حرفه‌ای داریم اینجا. ولی این ایده من بود. میدونی جالبش اینه. ایشون تصویربردار ولی من گفتم رولا بیا اینو دو دوربین بگیریم. من گفتم که بیا حرفه‌ای بگیریم. من گفتم نور بکاریم قشنگینا ولی خب. خیلی خوب. بچه‌ها ماجرا از کجا شروع شد؟ از جایی که من توی پیجم خریدایی که می‌کردم و میومدم نشون میدادم. بعد مثلا برای نمونه مثلا همون یعنی این بحثی که الان می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم راجع به همین کاسه چوبی که من خریدمه. اینجوری بودش که مثلا چون رولای سری ریاکشنای تند و خشن نشون داد اون لحظه گفت چقدر داری خرید میکنی اداره پست فقط داره واسه ما کار میکنه همش داره زنگ ما رو میزنه واسه هیچ همسایه هیچی نمیبره و این حرفا. البته داشت به شوخی میگفتش ولی خب همین مثلا بحث برانگیز شد برای بقیه که آقا شماها چجوری دارین
زندگیتون رو میچرخونین از نظر مالی و چه شکلی این مسائل مالی رو دارین مدیریتش میکنین. فقط به اون دوربین نگاه کن. من دارم میخواد اینو نگاه کنم. من اونجا تو تدوینه باید سویچ کنم ببینم چشت کجا رو میبینه همون دوربین رو نشون تو همش به اون نگاه کن. من بعضی موقع از این استفاده میکنم. هزینه تدوینت بیشتر میشه اونجوری. خیلی خوب، من چند تا اسکرین شات هم از پیاماتون گرفتم. اینجا با هم دیگه دوباره هم بخونیم اول که دستتون بیاد بچه‌ها چه سوالایی کردن. دمپایی نداریم زشتی سر نمیرنگن تو خونه پاورنه نمیچرخن. مگه تو حیاتین پاورنه بچرخی؟ با کلاس سر اونجوری. خونه بعد من فقط تو آشپزخونه صندل پا میکنم. صندل نه دمپایی. خب خیلی خوب. بچه یعنی من اومدم گفتم بچه دوست دارین که راجع به این مسئله صحبت کنیم که خیلی از پیاما اینجوری بودش که آره، حالا یه سریاش از روی فضولی بود که میخوام ببینن که چه مدلیه خرج و برج و اینا، ولی یه سریاشون واقعا احتیاج داشتن به این چی بهش میگن شنیدن این که شما دارین چه شکلی این مسائل رو مدیریت میکنین، چون ما داریم اذیت میشیم توی زندگی. خیلی خب، حالا اولین پیام این بودش. خوبه، به نظرم بحث جالبیه. مثلا من خودم میرم یه وقته خرید و دوست دارم چیز میز بخرم، وگرنه همسرم همه خریدا رو انجام میده. از اینکه خودم هم خرید کنم اصلا ناراحت نمیشم و به نظرم زندگی دوتامونه دیگه. ضمن همسر من ماهیانه یه مبلغ واسم پول واریز میکنه، جدای از این همه خریدا که با خودشه. خدای تو این اوضاع اقتصادی درست نیستش انتظار داشته باشیم که همه هزینه‌ها رو دوش آقایون باشه. خیلی خب، راجع به این پیام خب منم واقعا موافقم. ببین اصلا به نظر من انقدر دنیا تغییر کرده، انقدر داره این برابری نزدیک میشه که البته شده به نظر منه، ولی خب تو جامعه ما یه مقدار جا نیفتاده این برابریه. ولی خب هم وقتی که هم مرد داره کار میکنه هم زن داره کار میکنه با این شرایط اقتصادی که الان هستش، خب معلومه که ما نباید توقع داشته باشیم مثل زنا و مثل زن و مردای قدیمی فکر بکنیم که مثلا فقط باید مرد پول بده، من باید بشینم خانومی بکنم و آشپزی بکنم فقط و خب سر کارم نرم. الان داریم جفتمون سر کار میریم. خب حالا درسته که مثلا مدل کار کردن ما شاید مثلا ساعت اداری طور نباشه، مثلا من خودم دورکارم اکثر روزا، رولا یه کار ثابت داره، بعد پروژه‌ای کار میکنه، میاد توی خونه کار میکنه، این سبکیم ما، ولی به هر حال کاره و یه درآمدی هستش. و خب تا اونجا که من یادم میاد من تا حالا از رولا خرجی نگرفتم. نداریم مثلا همچین چیزی. مثلا ما این مدلی نیستیم که مثلا من برم جای گیر بیفتم، مثلا میخوام یه خریدی بکنم این مدلی باشم که پول خودم رو خرج نکنم و زنگ بزنم بگم رولا برای من پول بزن. چون ما داریم توی آشناهامون که خانمایی که مثلا پول خودشونو دارن یا حالا ندارن، نمیرن سر کار یا میرن سر کار، ولی این شکلا که میخوان خریدی بکنن تماس میگیرن یا مثلا شب قبلش میگن که مثلا پول بزن به حساب من، میخوام برم خرید بکنم. من تا حالا به شخصه این حرکت رو نداشتم و نمیدونم هم چرا این کار نکردم. تا حالا به ذهنم نیومده که مثلا بخوام از رولا پول بگیرم، برای اینکه خب هر موقع که میخواستم خرید بکنم پول خودم بوده. درست و غلطش رو بچه‌ها من نمیدونم و من واقعا تو جایگاهی نیستم که من بخوام بهتون مشاوره مالی بدم یا مشاوره زناشویی بهتون بدم. این صرفاً مدل زندگی کردن ماست. حالا من نمیدونم که اینجوری پول خودت نبوده، اینو بگو که ما یه حساب مشترکی داریم. نه مثلا من دارم مال دوران حتی دوستیمونو میگم. الان که مثلا حتی الان که دیگه اومدیم سر خونه زندگی، یعنی از زمانی که ما عقد کردیم سر خونه زندگی، هم نه حتی قبل‌تر، دیگه کلا سیستم متفاوت شدش که اونو میگم. این مال زمان دوست پسر دوست دختری مونه که حتی من اون موقع باز درخواست پول نمی‌کردم از رولا که مثلا برای من پول بزن یا مثلا برای من شارژ ایرانسل بگیر. آره مثلا دخترها خیلی تو اون زمان تو کار مثلا دقیقاً شارژ و اینجور چیزا بودن، ولی من همونم مثلا نمی‌خواستم. مثلا رولا وسط مثلا چیزا مثلا میفهمید که من نمیتونم برم شارژ بگم، موقع از بیرون میگرفتیم دیگه شارژر اینه که خط می‌کشیدیم روشون و اینا. مثلا از اونا بود. بعد خب مامانای من نباید میفهمیدن. آره مثلا مامانای من نباید میفهمیدن که من دارم شارژ میگیرم، موقع حساب نداشتم که، ولی میرفت مثلا برام شارژ میخریدش اون موقع. اونش هم حالا مثلا اون موقع این شکلی بودش. الان کاری که ما کردیم اینه که ما یعنی اینجوری نشده که بگیم من درآمد جدا دارم، سارا درآمد جدا اون برای خودش خرج کنه من برای خودم خرج کنم.
یه حسابی درست کردیم، یه حساب مشترکی باز کردیم، میایم میگیم که آقا ما انقدر درآمد داریم توی ماه، از این انقدر درآمد ما ان تومنش رو میزنیم تو این حساب مشترک، مثلا نمیدونم 20 تومن 30 تومن، حالا هر عددی میتونه باشه، از عدد اصلا مهم نیستش و جفتمون دیگه از اون خرج میکنیم. یعنی من اگر میخوام بیرون یه ساندویچی بخرم، سیگار که حالا نمیکشم، یه پروتئینی مثلا، یه چی، هر چیزی تو سوپرمارکت یا خرید تجهیزات، نور، پور، هر چی که بخوایم، حالا چیزا خیلی بزرگ نه، کوچیک، دیگه اون کارت رو استفاده میکنیم یا سارمون رو استفاده میکنیم که بس پستی داره میاد و هی چپ و چپ میاد، من میدونم که چی خریده، یعنی مشخص میشه که آقا برداشت کرد یه چیزی خریده و جفتمون در جریانیم که چجوری داریم خرج میکنیم. از اون مهمتر این که چقدر داریم خرج میکنیم، این مدیریت کردنه که آقا مثلا ما این ماه 20 تومن تو این کارت ریختیم، این ماه مثلا 20 تومن تموم شده، پس این ماه 20 تومن خرج کردیم. این خیلی چیز مهمیه که بفهمیم که آقا تو ماه داریم چقدر هزینه میکنیم برای زندگیمون، برای خرجمون، خورد و خوراکمون، رفت و آمدمون و هر چیزی. آره ببین از اونجایی هم شروع شد که ما عقد کردیم، بعد نیاز داشتیم که یه پولی پس انداز بشه واسه بازسازی خونه، واسه خرید جهیزیه، واسه مسائل خونه، هر چیزی نیاز داشتیم که یه پولی جمع بشه. بعد از اونور من میخوام به این دوربین نگاه کنم، بعد از اونورم ما اینجوری بودیم که میخوایم بدونیم که چقدر داریم خرج میکنیم. یعنی من و رولا به عنوان یه زوج توی زندگی دیگه انقدر بیخبر نباشیم از خرج کردن هم دیگه. مثلا من نرم واسه خودم مثلا یه خرج خدا تومنی بکنم بعد سر ماه بمونیم بدون پول، یا مثلا رولا نره یهو مثلا فلان چیزو بره بخره. همه چی در جریان، یعنی در جریان قرار میگرفتیم جفتمون این سبکی. ما رفتیم صحبتش من آشغال زیاد میخرم، یه آشغال میبینم عجب آشغال خوبی، اینو بخرم. نه مثلا رولا خب نمیدونم که مثلا شما مردتون چه شکلی ان، دوست پسرتون چه شکلی ان، ولی خب مثلا رولا خیلی به گجت ها علاقه داشتش. یعنی هر چی که میدید توی پیج اینستاگرام که مثلا به خصوص که اگه مربوط به مثلا کارش بود، یه دونه مثلا این کشتیه بود این توی آب اینجوری دکوریه، یه کشتی بود توی یه آب آبی رنگ اینجوری تکون می‌خواد، اینو تکونش میدادین کشتی هم اینجوری رو موج حرکت. 4 میلیون اینا بود اون موقع، یه تا 2 تومن اینا بود، 2 تومن نمیدونم، اون موقع زیاد بود، برای اون موقع خیلی قیمت زیاد. مثلا اینقدر یه گجت اینقدی، بعد مثلا می‌خواست اینو بخره، بعد من اینجوری بودم که نه بی خود می‌کنیم آقا بخریم. آره مثلا این مدلی. ولی کلا من دوست دارم بخرم. الان میکروفونو ببینید اینو دارم، الان به این راضی نیستم، الان دوست دارم مثلا یه دی جی آی کوچیک داشته باشم، در صورتی که جفتشون میکروفون آره یک کاری مثلا کمالگرایی داره، به شدت کمالگره، همش میگه کافی نیست کافی نیست کافی نیست، بیشتر این شکلیه. خلاصه سر این مسائل خود منم خب همین شکلی بودم. منم مثلا لباس زیاد می‌خریدم، چه بدونم ظرف و ظروف زیاد می‌خریدم. اون موقع نه، میریم رو اون دوربین، اون موقع بیشتر لباس اینا می‌خریدم. بعد حالا بعد ما اومدیم یه تصمیم گرفتیم، رفتیم حالا اسم بانکش میگم چون بانک خوبیه میگم، رفتیم بانک سامان. بعد اون موقع فردا کلاهبرداری میشه. آره بانک سامان جمع بانک آینده رکورد میکنه، تو صحبت کن. بعد مثلا بانک آینده یه لحظه به اون دوربین نگاه کن، صحبت کن. آره خلاص ما رفتیم بانک سامان، بعد فهمیدیم که میتونیم حساب مشترک داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه حساب باز کنیم، 2 تا کارت متفاوت بگیریم، 2 تا کارتی که یکیش به اسم اینه یکیش به اسم منه. این که البته مبلس چی؟ این مبلس ولی وقتی که واریزو برداشت میشه برای جفتمون SMS میاد و وقتی وارد پنل بانکیمون میشیم، وارد موبایل بانک میشیم، ریز و درشت جفتمون میتونیم ببینیم که مثلا داریم چی کار میکنیم با زندگی و با خرجا. خیلی ایده خوبی بودش. ما یعنی از اون سال، از سال فکر کنم 1400 اینا بودش تا به الان، حتی قبل‌ترش بازم ما این ایده رو اجرا کردیم. فقط یه چیزی رو وسطش بگم، این کارو کردیم بابت این نبود که مثلا بخوایم فضولی کنیم که ببینیم تو چرا خرج کردی، تو چی خرج کردی، تو چرا برای اون خرج کردی. هدف از این کار این بودش که مدیریت کنیم. اینقدر مبلغ برای خرجمون و اینقدر مبلغ پسنداز برای کارهایی که قراره در آینده انجام بدیم. این بوده هدف، نه اینکه بخوایم فضولی کنیم تو کارم. آره این مدلی. حالا من بهتون میگم که ما چی کار کردیم. ببین من حقوق میگیرم، رولام حقوق میگیره. ما میام یه بخش از حقوقمونو مثلا بخوام درصدی بهتون میگم، مثلا من میگم 50% از حقوقم و رولام 50% از حقوقشو، خب چیزی که برآورد میکنیم که اون ماه قراره که چقدر خرج داشته باشیم. میایم مثلا نصف حقوقمون رو هر کدوممون میزنیم به اون حساب مشترکه، اسمش هم گذاشتیم تنخواه.
مثل شرکت‌ها که مثلا تنخواه دارن، تنخواه گردون دارم، همینجوریه. این برای خرج و برج زندگی، مرغ و گوشت و نمیدونم خرید فروشگاهی و قبض و دیگه چی بهت بگم، اگر قسطی داریم همش از روی اون میره، پروتئین و وسیله باشگاه و شارژ باشگاه و هزینه آره، باشگاه، همه باشگاه، چی. لباس، مثلا لباسای کوچیکا، مثلا لباسای کم، وگرنه مثلا اگر بخوام بیشتر خرج کنیم خب معلومه اون تنخواه نمیرسه بهش. اصولا بیسش مال خریدای خونه است، مربوط به خونه، همون مثلا چیزایی که توی یخچال هستش، چیزایی که مصرفیه. ولی مثلا اگه مثلا یه بیرونی بریم مثلا یه لباسی بخوایم مثلا یهو قیمتش بشه 10 تومن 15 تومن مثلا خرید داریم میکنیم، خب دیگه نمیتونیم از اون برداریم که اونو گذاشتیم واسه خریدای فروشگاهی. خلاصه بعد اون بخش دیگه 50% دیگه حقوقمون میمونه تو حسابای خودمون. بعد حالا اگر مثلا ما الان ماشین گرفتیم، قسط ماشین داریم، اون پولی که مثلا من تو حساب خودم نگه می‌داشتم 50% رولامو 50% تو حساب خودش نگه می‌داشت، مثلا یه دونه از کارتامون رو انتخاب می‌کنیم، حالا یا مال من یا مال این، چون این دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه، باید یه پولی جمع بشه ماهیانه، چون قراره که قسط بدیم، قسط سنگینی بدیم. اون پوله رو جفتمون میزنیم به یه کارت که دیگه این از دسترسمون خارج بشه، که فکر نکنیم که مثلا الان پول هست برای خرج کردن، چون جفتمون این شکلیم که اگر پوله باشه، من فکر کنم همه همین شکلی ان البته، که اگر ببینیم پول هست خرجش میکنیم، خب چه 30 تومن باشه چه 100 تومن باشه. پس وقتی که قسط سنگین داریم، ما یه کارت رو انتخاب میکنیم، چه کارت هم فرق نمیکنه به اسم من باشه یا به اسم رولا، اون کارت باید در دسترس باشه و مثلا ازش استفاده نمیکنیم، میزنیم به اون حساب که آقا بدونیم تکلیف این قسط سنگینه، مثلا این ماهمونم روشن شده تکلیفش. ببین وقتی که ما اون تنخواه رو داریم خرجش میکنیم، خب تموم میشه دیگه. یا مثلا من الان تو حساب خودم هم دیگه مثلا یه چوس مسقال مونده، دلم مثلا میخواد یه آواژور بخرم. خب آواژور مال من نیست بچه‌ها، مال خونه است. ما اینو پذیرفتیم که اگر داره چیزی واسه این خونه خریده میشه، مال خونه است، مال من نیستش. قرار نیست مثلا من اینو وردارم ببرم، چون بعضیا مثلا تفکرشون این شکلیه که اگر یه روزی طلاق بگیریم مثلا این لوستر با کیه، این مبل کی میبره، اون یخچال که. بچه‌ها ما تا حالا در مورد این مسائل صحبت نکردیم، خوب و بعدش رو اصلا نمیدونیم، حتی نمیدونیم که این تفکر ما درست هستش یا نه. یعنی نمیدونیم که مثلا واقعا اگر یه روزی بخوایم جدا بشیم از هم دیگه، هیچ وقت ازت جدا نمیشم به نظرم. من بدون نمیتونم. اینجوری نیستش که بگیم مثلا الان اگر سارا میخواد اینو بخره، من اگه بگم که نه این اصلا به کار من نمیاد اینو نخریم، اینجوری هم نیستیم توی این داستان. آقا مثلا اگر ما قراره یه ظرفی رو بخریم، این ظرف رو داریم برای خونه میخریم، حالا چه من اصلا استفاده بکنم چه استفاده نکنم. یا اگر من یه وسیله برای میزم میخرم، اینجوری نیستش که بگیم این برای توئه، به درد من نمیخوره، من پول نمیدم. ما اینو میخریم برای خونه که داریم تو زندگی میکنیم و هزینه اینجوری داره میره، کسی دنبال منفعت خودش نیستش تو این قضیه. مثلا همین میکروفونی که داشت میخرید، خب من اینجوری بودم که داشت زورم میومد که تو میخوای 8 میلیون، مثلا نمیدونم چند سال پیش خریدم، تو میخوای 8 میلیون بدی به میکروفون، رولی الان مثلا پول نداریم فلان نداریم، بعد گفت بابا من لازمش دارم میخوام واسه کارمونه دیگه. مثلا اینجوری بودم که خب دیگه میخواد دیگه بره بخره، مثلا اینجوری نبودم که. بعد الان نگاه کن چرخیده الان ما داریم این میکروفون رو برای ولاگ حساب، پس شد دوباره استفاده ما، نه استفاده فقط به خصوص رولا یا فقط برای خوب صدا ثبت نکنه. اون موقع من پارت می‌کردم، اون موقع 8 میلیون من دیگه پارت می‌کنم. من ما 8 میلیون 20 تومن بهش دادم، گفتی 40 تومن نمیدی. آره خلاصه این از این. یعنی ما برای خرجای روزمره‌مون یه حساب تنخواه داریم، جفتمون خبر داریم ازش که چقدر داره خرج میشه. خرج فروشگاهی معمولا قسط و فلان و اینجور چیزا ازش استفاده میشه. معمولا هم زیاد میزنیم به اون، یعنی زیاد میزنیم که یعنی برآورد میکنیم که اون ماه چقدر خرج داریم. مثلا اگه گوشت و مرغ داره تمام میشه و میدونیم که میخوایم گوشت و مرغ بخوریم با قیمت‌های افتضاح الان، خب میگیم مثلا آقا اینو چه بدونم 40 تومن مثلا حداقلش شارژ بکنیم رولا، 20 تومن من میزنم 20 تومن رولا میزنم، یا مثلا 30 من میزنم 10 رولا میزنم. مثلا اینا همه جابجا، هر کدوم که مثلا اون ماه درآمدمون بیشتر باشه اونو خب بیشتر شارژ میکنه. و اصلا مثلا این شکلی نیست که الان با این وضعیت مملکت اینجوری شده که ما مثلا یکم شارژ میکنیم سوم تموم میشه. آره راست میگه، خیلی واقعا بعضی موقع مثلا سوم چهارم تموم میشه، چون مثلا تو خرید مرغ و گوشت نداشتی، پروتئین تو باید بخری، شهریه باشگاه رو باید بدی، یهو میبینی مثلا 20 تومنش رفت. بابا همین الان من شارژش کردم. ببین مثلا ما ماهیانه
پولمون رو شارژ میکنیم. یعنی مثلا آخر ماه که میشه برای ماه بعدی واریزیمون رو انجام میدیم. 2-3 روز مونده که اون ماه تموم بشه دیگه، داریم به پوفیوزی میافتیم از تیر تموم نشد. چقدر این تیر تیری بود دیگه آره مثلا تیر ماه خیلی ماه بدی بود برای ما، واقعا تیری بودش. ببین این 29 شده بود دیگه، ما هیچی پول نداشتیم. خب بعد ما همش اینجوری بودیم که نه رعایت کن، بذار این چند روزش هم تموم بشه، بذار 31 بشه 1 مرداد بعد پول رو شارژ بکنیم. پول داشتیم ولی خب می‌خواستیم هی خودمون رو کنترل بکنیم که آقا کم مدیریت کنیم که آقا نمی‌میریم از گشنگی، فعلا خرج نکن. آقا این تیر مگه تموم میشد از 29 یعنی انقدر طول از 1 ماه طول میکشید بشه 30، دوباره 30 1 ماه طول میکشید بشه 31. دیگه ببین نتونستیم همون 29 ما پول شارژ کردیم برای مرداد ماه. دختر شد 31 پول مرداد تموم شد. باورمون نمیشد. یادته چقدر بد بود؟ خیلی یعنی الان مرداده ما 3 بار حساب تنخواهمون رو شارژ کردیم. چقدر وحشتناک، خیلی بد بود. ترسناک بود اصلا تیر ما. خلاصه اینطور. این از این. بعدم این که دیگه چی، بریم پیام‌های بچه‌ها رو هم بخونیم. حالا تو این پیام‌ها شاید مثلا سه چیزا یادمون بیاد. خوبی گفتم. ببین مثلا یکی نوشته که شوهر من حقوق که میگیره سهم خودش رو برمی‌داره، بقیه رو میزنه برای من. مثلا چی؟ آها من نوشته که شوهر من حقوق که میگیره سهم خودش رو برمی‌داره، بقیه رو میزنه برای من، روش هم عنوانی نمیذاره که مثلا خرج خونه است و دست نزن. میگه هر کاری داری بکن، چون واقعا یه خانوم میتونه خودش مدیریت بکنه همه چیو. خب اینم مثلا ایده جالبه. همه یه راهی دارن، یعنی نمیتونی واقعا بگی این غلطه اون درسته. هر جوری که میتونی زندگی رو پیش ببری بعد. به نظرم هر جوری که میشه زندگی رو برچسب بزنن که نه این به درد نمیخوره. اون راهش اینه، مسیرش اینه، شاید هم اونجوری خیلی بهتر از ما بتونه مدیریت کنه. مثلا بعد یه ذره از این تفکرات باید دست برداریم که مثلا بگیم که فلانی رو ببین مثلا چه شانسی داره، مثلا شوهرش واسش پول تو خانم‌ها خیلی مثلا این مسئله زیاد هست. مثلا میگن که آره نشسته یه گوشه لم میده، بعد شوهره واسش پول میزنه و فلان. من خیلی دور اطرافیانم این شکلی هن افکارشون که آره مثلا دختره هیچ کاری نمیکنه و شوهره فقط داره اوورد خرجش میکنه و فلان میکنه و اینا، داره خانومیش رو میکنه واسه خودش. نه بچه‌ها واقعا دست از این تفکرات بردارید. زندگی با هم دیگه خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. شاید الان که مثلا شما الان این مسئله رو فهمیدین، شاید قبل‌ترش داشتین فکر می‌کردین که مثلا من دارم از رولا پول میگیرم یا رولا داره از من پول میگیره یا مثلا پول کیه، پول اونه. ولی الان فهمیدید که آقا همه چی یک کاسه است. ما وقتی که اومدیم سر خونه زندگی همه چی یک کاسه شده. فقط یه تایمی ما با هم دیگه به مشکل خوردیم که اونم دقیقاً سر خرج کردن‌ها یک بودش که شخصی بود. مثلا اگر رولا می‌خواست این میکروفون رو بخره، باید منو متقاعد می‌کرد که آقا مثلا این نیاز منه، الکی نیستش. وقتی که حسابتون مشترک میشه و یک کاسه میشی، فقط بعد همدیگه رو متقاعد کنید. منطقی با هم دیگه بشین صحبت جلسه بذارید خریداتون. خب مثلا یه سری مردا هستن که هر چیزی مثلا ما خودمون داریم توی فامیل، تو دوست، که مثلا هر چیزی واسش خرج اضافه است، هر چیزی واسش خرج اضافه. مثلا میگه این گلدون چیه، این شمدون چیه، این نمیدونم گیاه چیه میخری، بعد ساده زیستی بکنیم، بعد خرما بخوریم، پنیر بخوریم فقط و اینا. خب نه، ما اینجوری نیستیم و من اون آدمو خب انتخاب نکردم واسه زندگی، من رولا رو انتخاب کردم واسه زندگیم. تفکرش نزدیک به تفکر من، حتی اگرم که مثلا دور بود با هم دیگه نشستیم حرف زدیم، یا من یه ذره شبیه رولا شدم یا اون یه ذره شبیه من شده، بعد اینجوری کم کم به هم دیگه رسیدیم. یعنی این دو تا خط که این شکلی بودیم هی با هم دیگه اینجوری داریم با هم دیگه. یعنی کلا همین حساب مشترک چالش هم داشته، اینجوری نبوده که فکر کنی که از اول ما خیلی دقیق و خیلی نه، شاید یه جایی هم حتی به مشکل خوردیم ولی تونستیم مدیریتش بکنیم و الان رسیده به حالت ایدئالش که دیگه اوکییم، کسی داستانی با چیزی نداره، داریم مسیر رو میریم و خوبم داره پیش میره. یعنی شما هم اگر یه روزی خواستید این کارو استارت بزنید، شاید اوایلش یه چالشایی بخورید که مثلا نمیدونم تو چرا موتور رنگ کردی، اون چرا رفتش اون وسیله رو خرید. این یه ذره این چیزا هستش ولی در ادامه درست میشه. مثلا اون اندروید باکس رو من با بدبختی خریدم، همون اندروید باکس که الان میشینه سریال میبینه. من دهنم سری 3 بار جلسه گذاشتم تا متقاعد شد که اونو بخریم. بعد حالا خریده بودیم، من میومدم مثلا میگفتم ای بابا این سریال نیست، بیا پول دادی سریال هم توش نیست. گفتم ای بابا چی میگی؟ راستیه.
یارو اینترنت مشکل داشت، بعد اون مثلا نشون نمیداد، هی میذارم تو سرش گفتم بیا رفتی خدا تو منم پول اون دستگاه یه چوسه رو دادی هیچ چم نشون نمیداد. حالا الان صبح تا فقط ما حالا همون فقط واقعا اون داره استفاده شبامونو می‌کنیم. ولی یه میچرخونه. سری چالش‌ها هست ولی خب درست میشه، تو مسیرش درست میشه، خیلی قصه نخورید. آره. دوربینو عوض می‌کنیم. من اینجا نگاه میکردم بابا من هزینه‌ات بیشتر میشه. یکی دیگه نوشته منم گاهی میگم من که از پولای خودم خرید میکنم، آیا کار درستی میکنم یا نه، باید رو دوش خودش باشه و چرا نمیتونم بخونم؟ بدون من تو فارسیت ضعیفه، فقط انگلیسی بلدی. منم گاهی میگم که از پولای خودم خرید میکنم، آیا کار درستی میکنم یا نه، باید رو دوش خودش باشه دیگه و دیگه نکنم این کارو. خیلی خوبه که راجع بهش حرف بزنیم. خب بستگی به طرف مقابلم داره و زندگی مشترک در اصل این نیست که هر کی بتونه کمک زندگی باشه. یه خورده نقطه نذاشته سخته. دخترها خیلی با این سوال درگیرن که مثلا وقتی من کار میکنم پول خودم رو خرج بکنم یا فقط پول شوهره رو باید خرج بکنم. خب معلومه که باید پول خودت خرج کنی، تو داری کار میکنی که خرج بکنی دیگه دختر. اصلا دارید با هم زندگی میکنید، خب باید خرج کنید دیگه. زندگیه. مثلا ببین من الان دارم خودم میذارم جای شما که مثلا نمیخواین از پولتون خرج بکنین. آقا اومدیم پول شوهره تموم شد، یعنی مثلا همون خرجی که ماهیانه بهتون میده، یعنی من دارم الان تصور میکنم اگر از رولا من پول ماهیانه میگرفتم، خب اون پول اگر تموم میشد و من مثلا این پیراهنو میخواستم پولم نمیرسید، این تیشرتو میخواستم، بعد چیکار میکردم؟ بعد دوباره میرفتم التماس میکردم. خب مثلا من تو اخلاقم این شکلی نیست برم خواهش و تمنا بکنم واسه خرید کردن. خب میام وقتی دارم کار میکنم و پول خودم استفاده میکنم دیگه. ببین برای خانمای خونه دار نمیتونیم این نسخه رو بپیچیم، برای اینکه بنده خدا پولی نداره از خودش، که هرچند من پیشنهاد میکنم که همه خانم‌ها واقعا باید کار بکنن، باید پول داشته باشن. ولی خب اصلا این داستان و شخصی. این مسیر کلا غلطه. وقتی ما زن و شوهر میشیم یعنی تو همه چی باید مشترک باشیم. این که مثلا من برم کار کنم پولمو بذارم تو جیب خودم بگم نه من پولمو نمیدم، یا سارا پولشو بذاره تو جیب خودش بگه نه من پولمو نمیدم برای خودم خرج میکنم، خب اصلا نشه زندگی مشترک. آره تو یه خونه اید ولی دارید جدا زندگی میکنید. پس حالا من هدفتون نمیدونم از چه بازم این نظر ماست. شاید من اشتباه نمیدونم باشه. واقعا از چه نظر خوبه بعدشو نمیدونم، ولی هیچ وقت پول من پول تو نبوده. آره چون زندگی مشترک اصلا یعنی همین دیگه. تو مشترکو شروع کردی که همه چیز یکی باشه، اگه قرار باشه که راه خودشو بره که خب جدا زندگی می‌کردید دیگه. چه کاری بود با هم باشیم. آره ما یه ذره مثلا تو مسائل مالی این شکلیم، خیلی رفتیم خیلی تو همیم، یعنی همین چیمون با همه. آره یعنی همه چی خبر داریم. مثلا من حتی با مثلا من دیدین اگه مثلا میخوان با سیاست صحبت کنم من میگفتن که ببین تو چیز باش، باید حتما یه پسنداز جدا داشته باشی. اومدی و میخواستی مثلا جدا بشی، اون موقع چی؟ پول نداری دیگه مثلا فلان کنی. ببین این فکت واقعا هستش، خیلی چون به وجود میاد، خیلی هستش. من نظر من نه رولی اشتباه نیست، نه اشتباه نیست، بستگی داره که شما انتخابتون کی باشه. ببین مثلا من وقتی که رولا رو انتخاب کردم یه شناخت نسبی روش دارم دیگه، یعنی این مدل نیستم که مثلا این پسره خیلی زرنگه میخواد از من بچاپه، مثلا میخواد چه بدونم خونه رو میخواد به اسم خودش بکنه کامل، نمیدونم میخواد این لوسته رو برداره ببره، یخچال رو میخواد برداره ببره، بذار اینا رو همه رو بزنم به اسم خودم و فلان کنم. نه خب رولا این شکلی نیست، یا من خودم ذاتم این شکلی نیستش. یعنی ببین مثلا من رولا هر از چنگای راجع به مسائل یه سری مسائل جالب صحبت می‌کنیم، مثلا مثل طلاق گرفتن، مثلا میگه رولا بیا فکر کن مثلا ما داریم از هم دیگه طلاق میگیریم، به نظر مثلا چه جوری میشه اینا؟ بعد مثلا این جوریه که ببین من فقط جمع می‌کنم میرم، یعنی اصلا این شکلی هم که اگه تو طلاق بخوای من طلاق میدم، برای چی باید اعصاب هم دیگه خورد کنیم؟ یا مثلا آدم طلاق میگیره میخواد آسایش داشته باشه، میخواد به آرامش برسه دیگه. این که فکر کنیم که یخچال مال کیه، گاز مال کیه، نمیدونم کابینت مال کیه اینا، خب این دوباره خودش یه جنگ دوباره است. خب وقتی که جفتمون تفکرمون همین شکلیه، بیشتر دنبال اون آرامشه، دنبال اون حریم امنی هستیم که برای هم دیگه میخوایم بسازیم، خب دیگه نمیشینیم به اینجور چیزا فکر بکنیم. آقا من با یه چیزی که چالش دارم که تو میگی که من میگم اشتباه، میگه اشتباه نیست. بحث اینه که آقا یه دختری مثلا، حالا دختری یا پسر فرقی نداره، من دارم بهتون مثال میگم، دختره مثلا میاد توی یه زندگی و هیچ مشکلی هم با شوهره نداره، ولی انقدر تو ذهنش پر شده که باید واسه خودت یه کاری بکنی، ناخودآگاه زرنگ بازی میشه که من از شوهره اینو بکنم، یه خونه بتونم ازش بگیرم به نام خودم بزنم، سدونگ خونه رو بزنم، یا برم هی برای خودم طلا بخرم جمع کنم، که خب این تو ناخودآگاهش داره اینجوری میشه که
اون طرف مقابلش یه کسی میبینه که انگار قرار ازش یه چیزی بکنه و برای خودش جمع بکنه. آره. در صورتی که زندگی مشترک یه چیز کاملا شفاف، آقا اینه قضیه، اگر ما طلایی داریم میخریم با هم میخریم، قراره این طلا رو بفروشیم مثلا خونه کنیم، قراره با هم دیگه زندگی کنیم، با هم دیگه رشد کنیم. اینکه من نامحسوس دختر پسر فرقی نداره، حالا من گفتم دختر پسر هستن، دنبال این باشه مثلا از دختره بکنه، بهش پول نده، خسیس بازی در بیاره، همه رو ببره تو بانک. خب این که اصلا واقعا زندگی مشترک یعنی این نیستش و ته این داستان یه باگی هست دیگه. آقا زندگی مشترک یعنی اینکه دو نفر رفتید زیر یه سقف و قراره با هم دیگه همه چی رو راست باشید، نه اینکه هر کی واسه خودش. من نظرم اینه. منم نظرم همینه. رو راستی خدا وکیل خیلی بهتره توی رابطه هاتون، با هم دیگه رو راست باشین، صادق باشین تا اونجا که میتونین. زمانی که شما یه دروغ رو شروع میکنید توی زندگیتون دیگه نمیشه صمیمیت برقرار باشه. هی بعد ادامه بدید، هی بعد بازی کنید، نقش بازی کنید، هی فیلم بیاید واسه هم دیگه. یا مثلا استرس داشته باشید نکنه بفهمه مثلا من یه پولی دارم، نکنه بفهمه اینو اینجوری کردن، نکنه کاریه. خب میدونید یه عمر زندگیتون رو به نظرم به چالش میکشید با این کارا و باعث اعصاب خوردی همدیگه میشید، به خصوص خودتون، یعنی اون فردی که داره انجام میده. من احساس میکنم که اگر بخوایم زرنگ بازی توی رابطه داشته باشیم از صمیمیت دور میشیم و یعنی دوست داریم که صمیمی باشیم با هم دیگه، ولی این کارهایی که داریم میکنیم همه اینا باعث میشه که از هم دیگه دور بشیم و اگر 1% اون طرف مقابل بفهمه دیگه هیچ وقت اعتماد اون طرفو به نظر من نمیتونی جلب کنی، یعنی همیشه بهت شک داره. خیلی خیته این مسائل به نظرم. تا این شمع خاموشه وقت داری سالی؟ و من دیگه حرفام تموم شد دیگه، یعنی دیگه پیام نبود؟ نه بودش ولی خب تکراری، یعنی اکثرشون همیشه چیز بودن. کلا این هدف از این ویدیو این نبود که بگیم چی درسته چی غلطه، می‌خواستیم بگیم که ما داریم اینجوری جلو میریم. این پیام آخر بخونم که با خنده گفته ببین من دلم نمیاد پولای خودمو خرج بکنم. چرا دلت نمیاد؟ میخوای با پولا چیکار بکنی زن؟ میخوای چی میخوای؟ ببخشید دارم بهت میگم هممون در آخر میمیریم و اگر پولی که داریم بابتش الان زحمت میکشیم و خرج نکنیم یا مثلا سرمایه گذاری خرج کردن به هر معنایی این کار رو انجام ندیم، خب ما داریم عمرمون رو تلف میکنیم، فقط داریم حمالی میکنیم واسه دیگران. بابا داریم کار میکنیم که پول در بیاریم، که عشق کنیم، زندگی کنیم، زندگی بچرخونیم. یعنی چی دلم نمیاد؟ آخه اصلا منطقی نیستش که مثلا من الان معلوم نیست که دوباره میخواد جنگ بشه، دوباره میخواد، یعنی ببین مثلا ما که اصلا این شکلی شدیم، یعنی هر چی میخوایم میشه. یه لحظه به اون دوربین نگاه کن. الان هر چی که میخوایم در لحظه ما میخریم دیگه اگر توان مالیش باشه. یعنی مثلا قبلا خیلی پایین بالا میکردیم، میرفتیم این ور میگشتیم اون ور میگشتیم، نه گرونه مثلا این داره 1 تومن ارزان‌تر میدیم، 500 تومن بالاتر میدیم، 200 تومن پایین. الان اینجوری که فقط ببین بخر، چون واقعا حتی 1 دقیقه بعدش هم معلوم نیست چه اتفاقی میخواد بیفته، چه از نظر مالی چه از نظر جانی. اصلا این میگه دلم نمیاد. مثلا من الان با سارا ازدواج کردم، دلم نمیاد خرج کنم، پس واسه کی باید خرج کنیم دیگه؟ همین دیگه. واسه کی؟ واسه کی؟ کدوم وراس؟ بخور بره بابا، خرج کنید بره دو تایی با هم. کی؟ واقعا مثلا به خصوص که ما که تصمیم داریم بچه نمیاریم، یه تصمیم 2 نفره است، اینجوریه که دیگه واقعا باید خرج کنیم دیگه، یا خرج می‌کنیم یا سرمایه‌گذاری می‌کنیم. سرمایه‌گذاری هم دوباره خرج میشه دیگه، نه اینکه صرفا فقط جمع بکنیم که چی بشه. من الان دلم میخواد مثلا اسید ریز شروع میکنم، الان دلم میخواد مثلا این شمدون رو ببینم لذت ببرم، الان رولا دلش میخواد این میکروفون رو داشته باشه که لذت ببره کیفیت صداش، یا مثلا گوشی بخریم که کیفو کنیم وقتی که داریم. ما حتی ببین از چیزای کوچیک شروع کردن، گفتم شمدون یکی میبینی مثلا پولش نمیرسه که گوشی بخواد بگیره یا لپتاپ. الان مثلا ما میخوایم یه مکبوک بگیریم، پول نداریم، همش اینجوریه که الان خودمون داریم به چالش‌های مالی میکشونیم که مثلا چه جوری میتونیم اون مکبوک رو بخریم، از خرجای دیگه هم مثلا کم بکنیم. هرچند که مکبوک خریدن باید خیلی راحت تر از این حرفا باشه، ولی خب تو مملکتی داریم زندگی میکنیم که متاسفانه میشه حسرت و آرزو و خیلی باید تلاش بکنیم. و زمانی شما راحت تر به این میرسید، بذار خاموشی، راحت تر به این قضیه میرسید که بتونید با همدیگه هدف گذاری بکنید، یه چیزی رو بخرید. خب مگر اینکه من پولمو قایم بکنم با پول سارا قطعا نمیتونیم حالا مکبوک بخریم. وقتی که 2 نفری باشیم سریعتر به اون چیزی که میخوایم میرسیم، به اون ایدئالمون. یعنی مثلا من مکبوک میخوام، اینجوری نیست که من برم مکبوک بخرم، جفتمون باید پول بزنیم مکبوک بخریم، یعنی استفاده جفتمونه. یا اگر مثلا من موتور خریدم پول جفتمون بوده موتور گرفتیم. بچه‌ها هم دیگه صحبت نکن هر چی صحبت کردی بسته دیگه تمام شد. خب دوستان جان، امیدوارم که چی میگفتی؟ زیباجویان عزیز، این بچه اینستاگرام میگه زیباجویای عزیز، تا مدیریت مالی بعدی، پادکست بعدی
همین دیگه. امیدوارم که براتون خوب بوده باشه و بتونین که پس خرج و مخارج سخت الان بر بیاد، چون برای ما که واقعا سخت شده و میدونم که برای خیلی ها سخت شده. ما دیگه تا چیزمون رفته تو گل، اینو میذارم ولی دیگه چه کنیم که زندگی ادامه داره با پایین و بالاش. و اینکه خیلی 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 ممنون که این ولاگو دیدین و ما خیلی خوشحال میشیم که ولاگو به بقیه دوستاتون معرفی بکنید، براشون ارسال بکنید و لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، کامنت هم بذارید، بگید که چقدر رولا خوب صحبت میکنه، بیشتر تو ویدیو باشه که من بیام، چون منو راه نمیده تو ویدیوهاش. بچه‌ها کامنت هم بذارید لطفاً راجع به مسائلتون، اگر دوست داشتین و راحت بودین حرف بزنید، ببینیم که مثلا چون بقیه هم میان نظرات شما رو میخونن، استفاده میکنن از اون روش و مدل زندگی کردن شما. خداحافظ، به امید روزهای بهتر. خدا نگهدار.